درود بر شما. با من همراه باشید تا به مصر بریم و نگاهی به اهرام ثلاثه جیزه بندازیم. اهرام مصر در واقع مقبره‌های باشکوهی بودند که برای فرعون‌ها یا پادشاهان مصر باستان ساخته می‌شدند. مصریان باستان اعتقاد داشتند که زندگی پس از مرگ ادامه داره و برای همین به جای امن برای نگهداری بدن مومیایی شده و گنجینه‌های خودشون نیاز داشتن. اونها هرم‌ها رو خونه ابدی خودشون می‌دونستن و برای ساخته شدن این هرم‌ها تلاش بسیار زیادی کردن. همینجور که اسمش هم معلومه، این اهرام 3 تا هستن که بزرگترینشون هرم خئوپس یا خوفوسه که حدود 2500 سال قبل میلاد مسیح ساخته شده. ارتفاع این هرم 146 متره و برای ساختنش از 2,300,000 بلوک سنگی استفاده شده. دومین هرم خفره، یک کمی کوچکتر از هرم خئوپسه، اما به خاطر ساخته شدن روی زمینی بلندتر از دور بلندتر به نظر میرسه. این اهرام بسیار دقیق بنا شده، به طوری که 4 ضلع این هرم ها روی 4 جهت جغرافیایی قرار داره، در صورتی که اون زمان ابزارهای جهتیابی دقیقی وجود نداشته و فقط از طریق ستاره ها جهتیابی می‌کردن. هرم سوم و کوچکترین هرم منقره که ارتفاع حدود 65 متر و پوششی از گرانیت قرمز داره. اما سوال اصلی اینجایه که این اهرام چجوری ساخته شدن؟ سنگ‌های بیرونی هرم‌ها از جنس آهک زرده و از 900 کیلومتر اونورتر جمع‌آوری می‌شده و به وسیله ابزارهای مسی تراشیده و به شکل بلوک‌های مربعی شکل در می‌آورده و سوار قایق می‌شده و از طریق رود نیل تا لب ساحل جیزه حمل می‌شده. حالا باید این سنگ‌ها رو از لب ساحل تا محل ساخت هرم که کیلومترها دورتره می‌بردن و حمل می‌کردن. نقاشی قدیمی نشون میده که اونا چوبسکی‌های بزرگی ساخته بودن که بلوک‌های سنگی رو روی اونها می‌ذاشتن و با صدها نفر چوبسکی‌ها رو روی شن می‌کشیدن. حالا شاید بگید وزن زیاد بلوک‌ها سر خوردن روی شن‌ها رو سخت می‌کنه. درسته، ولی مصریان باستان فکر اینجا هم کرده بودن. وقتی که افراد داشتن چوبسکی‌ها رو روی شن می‌کشیدن، افرادی هم بودن که مرتب روی شن‌های جلوی چوبسکی آب می‌ریختن که باعث سفت‌تر شدن شن‌ها و راحت‌تر شدن حمل بلوک‌ها می‌شده. به این ترتیب بلوک‌ها رو تا محل ساخت هرم‌ها می‌بردن و آماده می‌کردن. هر بلوک سنگی 1.2 متر طول و عرضشون بوده، 1.5 متر ارتفاع و بین 6.5 تا 10 تن وزن داشتن. اما مسئله اصلی اینجایی که چجوری این بلوک‌های غول‌پیکر و سنگین رو روی هم و با دقتی باور نکردنی قرار دادن. هنوز که هنوزه شواهدی داد بر این که چجوری این بلوک‌ها رو تا ارتفاع چند صد متری بالا می‌بردن وجود نداره. فقط دانشمندان این احتمال رو میدن که بلوک‌ها به وسیله سطح شیبدار و قرقره جابجا می‌شدن. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه از این مطالب خوشت اومد ویدیو رو لایک کن و کانال ما رو سابسکرایب کن تا اگه ویدیو جدید گذاشتیم حتما با خبر باشی.